بچه ها چیه؟ نمیدونی چه چیزی پیدا کردم، یه دستگاه شانسی. اسب بازی های شانسی. من میتونیش خیلی دوست دارم. خیلی خوب به نظر میاد. یه خانم هیچ موقع عروسک بازی نمیکنه. گوین دست بردار، خودت هم عروسک بازی میکنی. حتی که خودتون میدونی. من که نمیدونم، ولی این توپ خوشگل و قرمز گیر آوردم. ببینین این توپا چه شگفت‌انگیز. تمام پولهایی که جمع کرده بودم گفتم شانسمو امتحان کنم. آون فکر نمی‌کنی مربی اینا رو جمع کنه؟ یادته که اسباب بازی که از خونه آوردیم ها؟ بده اون اسباب بازی ها بده. آره راست میگی، ولی من باید این توپ تستش کنم. همین الله ارزش نداره به خاطر یه توپ شیطون این همه پول خرجش کنی. با انرژی همه چی حل میشه. ببین فکر نمی‌کنی ایدت خیلی بد باشه ها؟ چه ایده دیگه ای داری ها؟ من نمیدونم به حرف کی گوش بدم، به حرف دانکن یا نووا. نمیدونم واقعا، دو دلم. وای این دسته کیه؟ باشه ریسک میکنم. فقط یه ریسک. توی توپو پرت کرده ها. بگی خواهش میکنم نبرش، خواهش میکنم. این توپ باید بهت برگرده به جایی که تعلق داره، فهمیده؟ برای توپ کچلو. اسباب بازی های علکی هیچ فایده هم ندارن. نه بازی بی بازی باید چیز یاد بر. اگه تو معلم ما نیستی ها؟ نگفتن که بازی کنین. خیلی اعصابش خورد شده. شهر اسباب بازی وای اسباب بازیایی. آره هدیه کریسمسمونم اونجاست. یه لحظه، اما من که تو کریسمس هدیه نگرفتم. اینجا بشونیم بذار چیز یاد بگیریم. ما باید چی یاد بگیریم ها؟ وای توپ خوشگلم، خیلی دوست دارم. بعدم تکون بده دیگه. ببین اون چه کار رو کرد. بوم بی بوم بوم بی بوم بوم بوم. همیشه دوست دارم از راهی تنگ میشم و اینجا یه صحنه خوبیه که توپ آمنا بیاریم و منم از رد بشم. آره ما میتونیم از این بلا رد بشیم. فکرشو بکنین و توپ خوشگل آمنه بیاریم. چه خوشگله این توپه، چه خوشگله. حالا بیایم توپشو برداریم. کی با منه ها؟ وای تو خیلی دوست خوبی دانکن. وای پیش به سوی توپ من. ببینین ما اینجا میام و اینم توی دفتر کارش. ما از اینجا میریم و اون توپو برمیداریم. بیپ 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 بیپ. نکن دیگه. اما مربی یه کار دیگه ای میگرد. ببین امروز دیدیم که اون دستا از چشم مربی اسکمی گرفت. فهمیدی؟ حالا چشم از کجا گیر بیاریم؟ من چشمو دارم. آره این چشم علکیه. اون به یه چشم علکی اون اسکنش میکنه. من تا موقعی که چشم اسکنش میکنم کی میخواد مربی سرگرم کنه ها؟ تو باید سرگرمش کنی. حالا برای دیگه سرگرمش کن. من چی؟ نه پرنسس تو باید همراه ما من خوب سرگرم میکنم دیگه. خیلی خوب باشه. تو همیشه باید همراهشون بری. خدافظ کن. پیپیش.
یالا. من حالم خوبه. اینم از اسباب بازیه. آره. وای توپ من، وای خوشگل، من به خاطر چه روزا که نکشیدم. هرچی باشه گذشت، بچسب به آینده. بچه ها نباید زیاد خودمونو به این اسباب بازی سرگرم کنیم ها. وای عروسک خوشگل من. نه نباید من به تو دل ببندم. دانکه داری چیکار میکنی؟ دانکه ای بابا من که در میرم، خودت رو برسونین. بای. نه نقشه برگوش پیششم. نقشه؟ دانکن برگرد. چرا امروز همه جا ساکته؟ پس با چاکو ها؟ استاد میشه بازی فکری بکنیم ها؟ خواهش میکنم. من خیلی دوست دارم ولی نمیتونم. خواهش میکنم استاد، خواهش میکنم جان دلت، خواهش میکنم بازی کنیم. خواهش. نوازم من نمیتونم، خودت کمتونه. Wait now, I didn't mean it like that. نه گریه نکن. خواهش میکنم باشه بازی میکنیم. ببین ما همونو میکشیم. اینجا یه لبخنده و اینجا یه صورت غمگین. حالا چه فکر میکنی؟ میتونیم یه بازی دیگه بکنیم. ای بابا. من خودم همه راه بلدم. میدونم که کجا. اصلا میدونیم ما کجاییم؟ ما گم شدیم. ما توی کشتی دزدان دریایی هستیم. هیچ قبلی وجود نداشت. اینو میبندم تا وقتی فرود میام صورتم نخور به زمین و منو نگه هم داره. این دو تا دریچه هست. من که اصلا از جام نمیخورم. گوین حتما الان خیلی خوشحاله. وای ما حالا گم شدیم. یعنی ما میمیریم. وای نه بابا، این چه بویه؟ بوی پیتزا. بوی پیتزا. یالا بچه ها از این طرف. پیتزا. این همه لبخند ناراحت ها اینجا چسبوندیم. اینم یکی دیگه. آلیه تو هم یکی بچسبون دیگه. من حال ندارم، از حوصلم سر رفته، نمیدونم چرا. گریه نکن نوازون، گریه نکن، خواهش میکنم گریه نکن دیگه. خواهش میکنم. ببین اینجا یه ستاره گذاشتیم. روح کسیم خبر ندارم. نه بازی چطور بود ها؟ چه پسرم؟ ای بوها داره قوی تر می شود. پشمسوی پیتزا. خواست موقع یکو میدونه باید کی پیدا کنه؟ تو وقتی که اون بازی کنه. یالا بچه ها بیایم بیرون دیگه. هی این از کجا اومد؟ خدا کنه که توپ من همراه هم باشه دیگه. وای پس کو؟ آخرش نفهمیدم این بوی پیتزا از کجا میاد.